بیا خاله بیا پیش. و علیکم السلام. این مواد از شما است خب ان شاء الله. آرد، روغن و کمک بنده است تا وقتی که بنده در کمک و مدد کردن دیگران مشغول مصروف است. حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. دوستان عزیز، شما می‌فهمید که نسبت به هر سال زمستان 1400 یک زمستان چالش برانگیز است. خانواده ها حتی غذای کافی برای خوردن ندارن و چیزی به خاطر گرم کردن در اتاق که حداقل اونا شب سپری میکنن ندارن. یکی از خانواده ها اینجا شما میبینین از جمله دوستا کس آدرس داده، مادری از با فرزندای نواسه های خردسالش و همچنان همسر پسرش که پسرش فوت کرده است در یک شرط بسیار ناهنجار اینا زندگی میکنن و دیشب در زیر یک لحاف چندین نفر متاسفانه کوشش میکردن که با مو تفت دهن خود لحاف گرم کنن تا تلف نشن. میریم با اینا صحبت میکنیم. از دوستای عزیز تقاضا میکنیم که در چنین شرایط دشوار اگر شما در ولوی که 10 افغانی هم در راه الله مصرف میکنین، پروردگار او را به 10 ها و هزارها برابر ان شاء الله شما پاداش میده. البته شرایط خیلی حساس قرار داریم از لحاظ بحث مسئله فراموش نکنین انسانی هم ما انسان هستیم و امنه و خدا باید کمک کنیم و یاری کنیم تا ای که یک احساس آرامش و سکینه در درون خود احساس کنیم. میریم داخل، ما در قلباب میکنیم ان شاء الله. سلام برسه خاله جان. سلام. اجازه است بیاییم؟ اجازه بیا. چال دانی خوب هستین شما؟ شکر خوب هستین جان جور. خوب هستی خاله جان؟ خوب جان جور هستی، خوب هستی؟ زنده باشی. چطور هستی؟ بخیر باشی خاله جان. دمینجا زندگی میکنین فقط دم یک اتاق؟ تو زندگی ما است. من یک اتاق خودم نمی اتاق هستم. امو ایتیما است چی است بسیار وزم خرابه. خدا راستی جواری آوردم. اینو ببینید سعی کنی یک دفعه. جواری آوردم. این جواری پخته میکنم هیچ چیز نیست. این زندگی گورسای. دیشب چی خوردین خاله؟ شب به خدا که شیر قدر یک قطعه شیر آوردم. خدا راستی سرچای کردم. من قدر نان خوردم. که دیگه چیز پخته کردم می آوردم. خدا راستی کنه. سرپرست فامیل ندارین کسی؟ نه هیچ نیست. سرپرست هیچ ندارم بیخی. به خدا که این سرپرست دارم. باید قسم خوردم. و چند نفر هستین شما؟ در یک اتاق چند نفر زندگی؟ یک سنوی است. 4 تا اولادش است. خودم هستم. زوی چیره ده؟ زوی شما سوی دی شهید بلم شهید طول شهیدان سو تلور دانی تلور از زمان دری لورگانی می شهیدان سو نقیاب زپاتی مغنگور می ده زوی می ده خلاص آقا مسیان می ده زوی 4 دختره که شهید شده کده بچه که؟ سه دختر از چی شهید شد کته از جلال آباد شهید شدم و را می رفتم شهید شدم و جنگ شده نمیشناسم پاکستان می رفتم ولی باز شهید شدم من دیگه اونجا گور کردم به خدا که این قسم میخورم که یک آلیا مصارف خانیتون کی کمک میکنه خاله جان؟ دی زمستان کس کمک میکنه. خودم لیاب میدوزم، خودم یک چیز میکنم. میرم تمام روز یک علبوشی میکنم، یک چیز میدوزم یعنی موری گردنم کج شده دیگه نمیتونم چی تو کنم. به خدا جواری آوردم شو یک نیم سیر دی جواری آوردم اینه که پخته کنم شو اینه بخوره. و این تفلکای بچه‌کایت که خورده قد و نیم قد هستن شب در زیر یک کمپل خواب میشن دیگه یک جای خواب میکنن. لیاپ چیز ندارم، من قدر زندگی ندارم. این سعی کنی خودش برو سعی کنی نه لیاپ چی سعی کنی ندارم. خدا راستی اینم قدر هیچ خانه ندارم. این اولی که یک اتاق است از کی است خاله؟ کدام؟ این اولی از کی است؟ یا اولی والا که نمیشه. کرایه گرفتین؟ چند میتین مانه؟ 30,000 سر میتم. این 30 مانه دادم که ندارم. به خدا که دارم. این قسم میخورم یک قیران ندارم. 500 روپیه قرض کردم. این بگرده این راب دیگه خلاص شد دیگه چیز بخورم. اگر خدای نخسته باشه کس مریض شد در خانه تان باشه این دین روز این که عملیات امر داده بود این پیش مانده بود. من خود داده بود برو کمک میکنم راگیران میکنم. از علیاباد رفتم گفت که من عملیات میکنم خیر کمک میکنم که راگیران بود بیاد ما 30,000 روپیه دیگه عملیات مفت است. من نمیکنم دانه دارم اینجا. اما تو به خدا پیام ببینی اما تو لول خوردم دیگه کس نبود پیواز نبود خودم رفتم. خیر خاله جان خدا مشکلات شما وزن بسیار خراب است. تو بعض اوقات تو گاهی شده که مثلا تنها بوده باشین یک دفعه کی کت خودتان آخ پرزن سر کمبخ شوید استا جرات وقت می‌دهید
دا اوس خدا راسي هلته مې وزړلې ما چې خدایه ته رحم وکړې نور خو په موږ رحم نه کېږي موږ څه وکړو هر ځای منډې وه هېڅ نه کېږي خدای را باندې توره شپه کړې لمونځ کوم اودس کوم شام نفلونه کوم هېڅ چاره نشته چې ته څنګه وکړو څه شی وخورو څه شی په خدای ډېر مې زړلي دي هر وخت اوس هم هلته لاړم هلته وخت کار هم مې ورکړ وکیل دا ټاپه غواړي د وکیل دا خط غواړي درته رابه وړمه خو خدای دې په موږ رحم وکړي ساتي داسې ورځ هم د روز روزګار مې خراب اگه تفلکا استاد زوی زمان په کور کې خورل لپاره بي او دوی هم وژړي هیڅ چیز نه دادی و قرار می دسی دادی چې چیز نه دادی بیګه کته واچو چای واچو لامیا پاکټ شو دي امغه څه چای غونډه وبم کړل هغه په علاوه چې ذاتي قرار هیڅ نه اوس مو هنم پاوان کې ټکولې دي غنم پیږي خدای راسي دلدان باندې کړی دا په دې بخار کې راځي تاسو بچای مخوري او هغه درته وایي چې په خاطر راځي من مور ان شاء الله مون کوخ دوستان عزیز کوشش میکنیم ان شاء الله که مادر بزرگوار چون در یک وضعیت بسیار ناهنجار قرار داره ما میبینیم متاسفانه که قلب از جنس سنگ هم باشه با دیدن وضعیت این مادرای بزرگوار قسم فامیلا که شاید بعد ها باشه آب میشه از شما تقاضا میکنیم که شما هر چیز زودتری فامیلا رو همسال شده دستگیری کنین ما در کمک های اضطراری اینا رو بتونیم کمک کنیم ان شاء الله تا حداقل وجدان های ما راحت باشه گذشته از اینکه جوان آخرت خود با واسطه کمک ها میسازیم تشکر خاله جان ان شاء الله یک چیز کوشش میکنیم براتون ببینم خدای پاک دیگه دنیا هم درک بده دنیا دیم خب دوستان عزیز موادی که به این مادر بزرگوار بخاطر فرزندای البته ناسایکای خورترک آورده شده است از بجت خواهر ما تهمینه جان انشالله ما این مواد خریداری کردیم به این خانواده آوردیم و متباقیش به خانواده دیگه انشالله تقسیم خواهیم نمود شما روی صفحاتتان لینک ها و شماره تماس مشاهده میکنین و شماره واتساپ در خدمتتان است میتونید که قمر به عنوان یک پل ارتباطی انتخاب کنین بیا خاله بیا پیش و علیکم السلام این مواد از شما است خب ان شاء الله آرد روغن و لوبیا همه چیز مربوط شماست و این کمپل است باش ما براتون داخل میبرم